سلام دوستای گلم، به کانال ما خوش اومدین. امروز میخواییم براتون کندو عسلی آموزش بدیم. در مرحله اول شیر ولر با خمیر مایه و شکر با هم ترکیب میکنیم و 10 دقیقه صبر میکنیم تا خمیر مایه به عمل بیاید. حالا 3 لیوان آرد و نصف قاشق چایخوری نمک مخلوط میکنیم و 1 لیوان آرد کنار میگذاریم، در صورت نیاز به آن اضافه میکنیم. حالا خمیر مایه به عمل آمده را به آرد اضافه میکنیم به همراه ماست و روغن و حالا خمیر را ورز می دهیم تا موقعی که به دستمان نچسبد. حالا خمیر را تا 1 ساعت در جوی گرم و تاریک نگه می داریم تا پف کند. بعد از اینکه خمیر پف کرد به این صورت با پنیر خامه‌ای توی سینی فر می‌چینیم. حالا با 1 عدد تخم مرغ و کمی وانیل که از قبل آماده شده به وسیله برس روی مواد میزنیم و بعد از آن سیاهدانه برای تزیین استفاده میکنیم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگر خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیو بعدی مطلع شوید.